سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت دوستان بزرگوار در خدمت شما هستیم. بخش اسم معارف، انواع معارف و من خدمت شما گفتم و معارف گفتیم 6 تا هستند. معارف ضمیر یا ضمائر یا مضمرات، اسم اشاره، اسم موصول، علم، معرفه به الف لام و معرفه به اضافه. البته در کتاب ناهمیر در برخی از کتب معارف و 7 نام برده اند که یکیش که همانطور که در ناهمیر اومده معرفه به وسیله ندا هست یا رجل. این هم موقعیت خاص خودش را دارد. اسم اشاره اسمی هست که به وسیله آن میتوان به شخص یا چیز خاصی معین اشاره کرد، یعنی وسیله اشاره هستند. هذا این، ذالک آن، اولئک آنان. اقسام اسم اشاره بر دو قسمه: اسم اشاره نزدیک و اسم اشاره دور یعنی بعید. خب واژه‌هایی که برای نزدیک به کار می روند عبارتند در بخش مذکر برای مذکر مفردش میشه ذا، تثنیهش میشه ذان، ذین، جمعش میشه اولائه. اون های تنبیه هست که بر روی اینها میاد: هذا، هذان، هذین، هؤلاء. مؤنث مفردش میشه تی، هاتی یا ذهی، هذهی. تثنیهش تان، تین، هاتان، هاتین. جمع هؤلاء، اولائه. البته در جمع مذکر مؤنث یکسان هستند. خب کلماتی که برای اشاره به دور به کار می روند خب عبارتند: مذکرش میشه ذالک، تثنیهش ذانک، ذینک، جمع اولئک، اولئک. مؤنث هم تلک مفرد، تثنیهش میشه تانک، تینک. آن دو زن، اولئک، اولئک، آن همه زنان. در جمع مذکر مؤنث در اسم اشاره بعید و نزدیک یکسان هستند، فرق نمی کند. البته برای اشاره به مکان از واژه زیر استفاده می کنیم. بگیم مثلا اینجا، میگیم هنا، ها هنا. بگیم آنجا، خب اسم اشاره ذیل در 3 صیغه معناشون یکی هست: هناک، هنالک، ثم، به معنی آنجا. خب نوع دیگر معارف اسم موصول هست، اسمی که معنای آن به وسیله جمله که بعد از ام می آید کامل میشه، تموم میشه. یعنی معناش ناقص، الذی مثلا معنا نمیده، معنای کامل نمیده. اون جمله که بعد از اون میاد که بهش میگن صله، خودش موصوله. جمله که بعد از اون میاد اون معناشو کامل و تموم میکنه. به این مثال توجه کنید: هو الذی خلق السماوات والارض. هو الذی، او کسی هست. خب معناش تموم نشده، نیاز به یک معنای تام داره که معناشو کامل کنه. شد موصول الذی، پس خلق السماوات والارض میشه صله آن. خب که معنای الذی به وسیله این جمله خلقه چی میشه؟ تموم میشه. اسم موصول انواعی دارد. ما موصول خاص داریم، موصول مشترک داریم. موصول خاص برای هر یک از مفرد، مثنی، جمع، مذکر، مؤنث لفظ خاصی وجود دارد که هر لفظ رو برای همان چیز باید به کار برد. مثلا در بخش مذکر مفردش میشه الذی، کسی که یک که معناش میشه. تثنیهش اللذان، اللذین، دو شخصی که. جمعش میشه الذین. در بخش مؤنث مفردش میشه التی، کسی که برای زن، برای خانم
اللتانی اللتین دو شخصی که جمع مؤنثش میشه اللاتی اللواتی. این مثل اسم اشاره جمعشون یکی نیستند. مثلا برای مذکر میگیم الذین، برای مؤنث میگیم اللاتی اللواتی. نوع دیگر گفتیم که موصول مشترک هست که برای همه انواع مفرد و جمع مثنی و مذکر مؤنث به صورت مشترک استفاده میشه، استعمال میشه. مثل من، ما. من برای افراد عاقل داره عقل و شعورند، ما برای غیر عاقل که عقل و شعور ندارند، مثل حیوان. من یعنی کسی که، آن که. ما چیزی که، یا معناش میشه آنچه. مثلا در سوره کافرون اومده لا اعبد ما تعبدون. خب اونهایی که عبادت میشوند غیر ذوی العقول، شعور ندارند، غالبیه. اگرچه اسامی افرادی که صاحب عقل بودن عبادت میشدن، ولی غالبا بت‌ها رو عبادت میکردن بیشتر. پس اونها عقل ندارند. چیزهایی که عقل شعور مثل انسان ها ندارند، از اسم موصول مشترک ما استفاده میکنیم. خب ما موصول مشترک تعبدون میشه صله آن. انشاءالله که موفق و مؤید و سربلند و پیروز باش.